السلام علیکم. السلام علیکم دوستان عزیز. السلام علیکم. لایک ماندگی کی باشه؟ لایک مانده. اسماعیل جان سلام علیکم. و علیکم سلام اسماعیل جان. شما چه خیر؟ چه حال داره؟ چه کار کرده داشتین؟ گفتم قهوه فرصت نمیشه نمیشه. سایمه دولت و سلام علیکم. روز سعید جمعه مبارک. رحمت اپا جان به شما هم مبارک باشد. روزی خوشی و خورسندی باشد. سایمه دولت و یکم لایک منه. رحمت اپا جان. آفرین یکم به اسپید میکنه نه اسماعیل جان. سازین خوبین اپا جان؟ سلامتی سازه فرزنداتون خوب رحمت. اسماعیل جان چه حال دارن؟ چی کار کرده گشتین؟ اسماعیل جان روز سعید جمعه مبارک بود. رحمت برای شما هم مبارک باشه. امروز اسماعیل جان ویدیو اخیرا دیدم. هرچی کوری های هم خدیدگی بودم و چی نبخواه آواز من خیلی اسماعیل جان دویم لایک. رحمت سایمه دولت و اسماعیل خوش آمدین. اسماعیل جان سایمه اپا جان سازین خوبه. خوب رحمت. آواز دیر رفته استادن به فکرم. آنم اینجا شمالک شیشتم امروز. سایمه دولت و شکر الله اسماعیل جان گشتیم استاده. پای سایمه امروز هم کار رفتیم. کارا چه بادو هواها چه اینجا هم که افتاب گرمی که بیرون گرمی. بچه های من سویتر هم مجبور میگیرم
شادی سلام علیکم. و علیکم سلام. شادی ویچ خوش آمدی. خوش آمدی. چال دارین همه کس سکن رفتین. ساز نازی اپا فرزنده ساز گفته استودین شادی ساز رحمت شما چال دارین سایه من دعوتمونه امروز خونه نرفتیم. امروز عادی شادی و چیکار خبر تاجیکستان دابا تاجیکستان تین جازی ماشین قطعی ماشین گایی هست که میرسه ها همه خیلی آمده خانه ها نبروید که به ضروریت و کوچه به مسکن نبروید تا گفته اعلام کار میکروفون قطعی رفت کمتری دیگر ماند احتیاط کنید خود و نزدیکانتان را گفته رفت. میدم چی گپ باشد کوچه ها همه جا خیلی کار به در آمد بازار و مگزین های نمیدم کسل چی خیلی بسیاری کباش تیمجی تالی سایمه دولت و شادی خوش آمده. من مهمان قبول میکنم از بری بالا گذاری افای سایمه میزبان بری بالا گذاری افای سایمه گذاری او بالا شینیم به هزار حال خانه خالی چای کبتک کافی پافی تیار کرده خورده میشینیم. شادی خوش باشین افای سایمه ساز نازین اسماعیل جان مفتونه دکی جا باشه حال او ده اگراتش چی ها مفتونه ده اگرات امروز به فکرم حالی ندارم چیه تو بگه می در آمدم با می آمدم اسماعیل جان ای خدا فرید نسردلین در خواهد داده نمیدارم در گرام داشته میشینه هیچی نفهمیدم میرایه سایمن دولت و شکر الله ساز گشتیم همین غریبی ها اسماعیل جان من دینا گفتن شکی بادرین گفته دزدی میرم برای همه ترسی رفته اگر قلبوری دارن بادرین های من اینجا گول کرده انداختم خد لبلبو بلگرس که پیریس بادرین دارم در اگراتم و بدمی کبوتی و همخینا پمیدار کم ترکک و مثال بسیار نکردم اگراتا خد علف کردیم قدم گیرد زمین ها گفته بعد سایه درختم کلان شده سایه شد زمین سایمه دولت و مفتونه ده گم نیست بخدا اگرات تای وی بینین مهنتی زن اسپین میکنه با اپای سایمه یوتیوب هم اسپین میکنن و اگراتا اسماعیل جان هم مفتونه را یه چی هم میتون برای اگراتاش اسماعیل جان مالکای بخشش که آسته دوتا باشه دلیت کنیم یک تا باشه هیچ غم ندارن میگن و نفهمیدم که چی خیلی شادی ویچ پختون تا زندگی میکنین ها شادی ویچ خودم همی چار کودک بچه هم خطی اینجا خانه سرخشتابونم هم نزدیک خطی علایده شوهری من 5 پسر یکم پسر شوهری من با 4 تا دیگه خیبر دارم همشون زن گرفتگی همه خانه های علایده فقط امو که اینجاگی خیبرم پیش پدر روز خشتامونم گذاشتم پدر روز خطی یک جا همه ما نزدیک در یک شهری
سایما دولت و اسماعیل جان هم شمتین و اسپید میکنه. جان دیوی سلام جان، چه خوش آمدین. فرید نانگه مگم درگیران نویسین اپای سایما در آمده نویسین. چند کسا نویسین اسماعیل جان؟ دختر زوره شوخره میبردارم افتونه من او قوره نمیتون. اسماعیل جان افتونه عجایی دختر. این آمدگی بوده امروز نفهمیدم. من استاگه فیر سر دادم گفتم میشد نمیشد که نشد. دیبو تیجه سیوم لای سلام سوز اپا خوبی خوب رحمت. دیبو تیجه که رحمت برای لای خوش آمدین از بری بالا بگذارین. چه حال دارین؟ چی خط و خبر؟ اسماعیل جان سایما اپا جان راست میگه حالی کاوچوش گرفتم میگه کلوچامتی کلوشاش گرفته و بچه ده خانم بعد مفتونه بیچاره. سایما دولت و دیبا خوش آمدین سازین خوبین. دیبا به همه سلام. دیبا به همه سلام گفتستم. کلوشای دخترک تهنی اسماعیل جان. خیلی همش تایو چیزی خواهیم کنی گب زنین چه خط و خبر؟ دیبا سایما سلام سازی خوبی میشد رحمت. شادی شادی چه خودش آمدین. دیبا شادی شادی چه خوش آمدین گفته استادین. امیلی روچکی چه حال دارین؟ در کجایین؟ سایما دولت و روچکی جان سازی خوبی ای بری بالا ای کنجکی دیوار شینه. اپل سایما تو آخر فیلم استادگی هم بالا جا کنه. دیبا تیجه که شادی سلام سلامت باشین. دیبا پیشروی کانال چه خیل اسماعیل جان. یک روز ویدیوی غریبی پرتفتم کامنت مونده که اوچه دی غریبی کرله و اگر آت شدم اگر همه کسا مردیم ای خنده را خانده. در غریبه هرچی میشه آخی. مفتونه اسماعیل جان سازی خوبی. خدا جان شما روچکی باشن. سایما سلام شکر گشتیم. دیبا اپا کلوش داده تانین اگر کلوش تین. دیبا دادر عزیز کلوش داده نمیدونم دارم. اکرام جان سلام علیکم. علیکم سلام اکرام جان خوش آمدین. کانال من کلوچ ندارد نمیدونم برای چی. اولا داشت روزی ندارد اسماعیل جان. روچکی کدام مای ها روچکی دینا در افیر گفته بستبدینو ملی روچکی اپای سایما. ولیکم سلام رحمت. کنجک تارتنک نداره. نه تارتنکاش دینا فیو تا آخر افیر ایستادم با من کشتم حالی فیو دامجا بدن تارتنکاش گرفته خوش رو کرده خانه را غنداشته رفته دسترخانه‌اش جمع کرده بعد رفتم فیو. امیلی روچکی خدا شکر خدا ساز جان اشما پرسین سازین کودکا. منیسه تیجه سلام سلام. ولیکم سلام منیسه تیجه خوش آمدین از بری بالا بزنین. دلاور تاجیک سلام دختر و سلام. دلاور چال دارین؟ منیسه سلام. سایما سلام. روچکی سایما نه نداره تازه کردیم بیت تشویش شادی شادی. ولیکم سلام اپای منیسه خوش آمدین. اپای سایما راست میگن ندارد بیت تشویش اولی بالا گذشته شتن گیرین. امیلی روچکی منیسه سلام. امیلی روچکی زنی دلاور سلام. سایما دولت و منیسه سلام خوش آمدین. ایجیک تیجه سلام. امیر شوا خوف کدی دیگه افیرتا بکش التیماس. ایجیک تیجه میکشم آخی وای خودی یوتیوب نکشد. من نیستم در میکشم. من پلیلیستی معلومه تماشا داشتم چند کسای پلیلیستشون تماشا کردم میبینم درگیران با یک آدم پیدا بشم می نویسم میرم دیگه هیچی ننویسنم همین قمه کنم کشته نمیشه. در رحمت خدا. دیبا تیجه میتین. دیبا تیجه ندارم کلو جاخی. دلاور سلام اپای روچکی سازی خوبی. امیلی روچکی خدا ها گر نکیم کلین کسا شده غم دادسته. امیلی روچکی جان احتیاط کنی از وقت بیزه من هوای گرم در اون روه کم خیلی کودکای معده خیلی
پسرچی مایده که من آفتاب زد بسیم با بازی کردم بازور سن چکه آب کرده قروتاب و خیلی چیزا چی میکند زدگی های سایمه دولت و دیبا جان کلوچارش مرا داد ای دست من گرفتن ها دیبا همه اپی سایمه دلشون میابه اسماعیل جان خدا چا کرده ای کلین مرا ساز ای خوبه روچکی جان چا کرد دختر چطونه می گرمی افتاد وای کرده گرمی میزند کودک مایده نازک کو دیبا اینجا افری به کلوچ به کلوچ زن زدگی هم نداریم که همین دیبا بتیم سایمه دولت و خدا شفاتیت روچکی جان ها آمین خدا شفاتیت به هم بیمارو حاضی وقتی بیزی باخی به طرز اکای من هم انگی نشده انگی نباید تصمیم کنن که همه قطر سیدن اکام که دیدنی روام که خاق زدگی هنچ شد هم ترسیدم که با هم خیلی کسلی نباشه نیازی با خدا به شکر ناز مونیسا ما ماشه چه ماشه ماشه جان خوش آمده هر روز یک نام ماشه دینا دیگر نام قطعی نبودین اسماعیل جان من آفتابی میبرورا که کمک آفتاب خوره دخترها گفتن که کم آفتابی کم قوته ویتامین دی نمیرسد اگه آفتاب نباشد تاجیکستان آفتاب دهقانی کو اسماعیل جان امیلی روچکی دندان کرده است با چیزی گیراندهشه تک بالا میپرد و هم قبول میکنه چی تین امیلی روچکی کبوتی برگشت باریک از کش بیتی انم نجوشانده تیم بعد هوای تایروش هم دوایو هست اپتیکو هم قناز وای میکنه بعد وای میدادم پانکراتی تابلت که هست انا ویم ناس منیسه تیجه ها هر روز نامی نو ای صورت شینوسین صورت علیش نمیکنه دینا همی صورت خطی دیگر نام آمدگی بودین حیرونش ده منیسه شادی سلام شادی سلام گفته استوده ماشه جان ماشه درد دل میکنه مکو سایمه دولت و گفته استوده شادی سازه نوزه نپای ماشه ویتامینی دی گرفتم خیلی می دامشه حوزی افتاب کرده افتاب میبرارم افتابی آخر از افتابش کم دو تا جانوی من همین دخترچه اکام آوردن فقط ویتامین افتاب نرسیدگی گفتن حوزی در خاک فقط در خاک بازی کردن حوزی با قوت شدن خیلی اینجا نگودن حوزی خوش داشتگی دیلیا سلام اپیستورم ولیکم سلام دیلیا جان خوش آمده مامور آدینایف سلام ولیکم سلام بخشانه بانو خوش آمده منیسه سایمه درد دل تمام شد میلی روچ که خدا کدیوژه مامور آدینایف اپا جان خودم شما سازین ساز رخشانه جان شما چال دارین دیلیا سلام دخترها سازین اما کسا اسماعیل جان خدا جان اپتیک روین برای دندان برای گویم ویتامین می تتونه ما هموتری دادم من برای دندان خوازی فراموش کردم و یک تا وای ماز میمولدم گل بود میدونم گل نامش چی بود گل همون نیله ها به میمولدم خوش رو میبرابرم بچه ها کچاق انوره امرو دینه دخترکه خوش رو ساز مفتونه سازی ستارم و خوبی ساز مفتونه جان خوش آمده همجا شما یاد کرده تعریف کرده ایقا غیبت کرده شتگی بودیم همجا اسماعیل جان جنگ داشتم که کلوش های مفتونه تین دهقانیت خیل میکنم به کلوش سایمه دیله جان سازی خوبی خوش آمدی های پیشی روچکی جان شینه عبدونت کت سازی خوبی از سلامیلی روچکی محمد جان سلام سازی خوبی با بیم ساز مفتون اسماعیل جان ردنای سازی خوبی اسماعیل جان خدا جان نه حال ماهی دیگر تیار شد ما مفتون اپای رخشانه سلام سازی خوبی منیسه آخی مفتون جان اصل خوش آمدی دیل رحمت اپای سایمه شما ساز اسماعیل جان شما ساز مفتون و اقراد رنگ از اسماعیل جان دیل اپا جان سازکین خوبکین خوش آمدین دیلاور تاجیک سلام مفتون سازی خوبی مفتون خوش باشه اسماعیل جان شکر ساز گشتیم زنی دیلاور کنی گرد زنه چی نویگری ها طرف شما
نیستش مفتونای ما پوچک انارا کمک چای کنین یک قاشق چای 3 بار انم پوچک انارا بسیار میل روچ کالوز اثر مامور دینایف علیکم سلام مفتونه جما ساز شما سازین مفتونه دیل رحمت ساز دیل ساز رحمت مفتونه یادگیری به کلوچ دارم مفتونه تیوی شکر ساز گشتم نیسا من نویستم آوازا را نمیفهمم مفتونه رحمت اپای رخشانه ساز گشتیم برای چی نمیفهمین؟ مفتونه ماش نو در افیر کاش بودی سایما مفتونه جان سازین خوش آمدین تل شد 1 ساعت گپ زدین مونی سخشتامن سلام علیکم مبارک رحمت یوگی مرشد خاکت به الله خاکت به مفتونه خوش باشین اپای سایما دیل 5 لایک رحمت دیل جان مونیسا ها ای کجا دیدی مفتونه کاتیا گفته استاده مفتونه علیکم سلام روز جمعه مبارک به کل مسلمانان دنیا برای شما هم مبارک باشد مفتونه روز خورسندی به هم همون کنی گپ زنیم با چی نمیگری چون مفتونه شد دیدم میگن که گرمی بعد کازان تیجه سلام علیکم به همه دوستان سایمه دولت و رحمت مفتونه خان شما در مبارک گفته استاده اسماعیل جان خدا برای پرتافتن یک نمود دارو است جودم مسکو میخردم مفتونه زنی دلاور سازی خوبی مفتونه علیکم سلام اپای کازان مفتونه رحمت مونیسا یکی دیدم در آمده مفتونه جانه مونیسا خندیده استادین سایما کازان جان خوش آمدی ای پیش مفتونه شینتان من چای کبود میارم دلاور ساز خودت مفتونه مونیسا اترم بدی مفتونه جان مفتونه خوش گپ پرتافتی ماشه روبروش نه صحبت ها میپذر اپای سایما روبروش نه سلام به همه دوستان عزیز روز سعید جمعه مبارک رحمت دیلا جان به شما هم مبارک باشه خوش آمدین مفتونه تیوی رحمت ساز زن دلاور مفتونه ماشه تماشا داشتن مفتونه و یا انداخت خاصی لگان چه انداخت بازی من گل کردگی بود دوزی انداخت مایده چه مونیسنه وای دختر پرسیدم که گودک داری یا کاری چی باشد مونیسا جان ماشه جان کاتب دینم پیش هر روز یک نام علیشون نبروین کمتر دیگه طاقت به مسکه به ضروریات از خانه نبروین خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید گفته استاده است فهمیدین؟ هم خیلی گفته رفت ماشینی وای بود مونیسا بعد همی خانه شیم نبین یک وقتر مونیسا خا کزن تجایه مردم در اینجا ما بکوف کانال مده داملامه تیار شد برای چی نرفتین میریم ولی اپا جا مفتون اپای سایما مده مشکل باشه کمپوت بیارن مفتون جا ملدیس میکش مسکرین جا اسمی ساملیسی هم ارستن دیل جا سوی میلو داما سپیل همتون اینجا استدگار نیش علیشتی کسی رال نشوم بیارن اپای کزن و شروع تجایه مردم اسنین دلیتون آمان با لایک و ازبین رحمت شروع تیجه بچه بچه ها السلام علیکم چه خیلی نمکسه سازه کن ساز بچه بچه ها چال دارین شما کنی گفت زنین شروع بچه بچه ها مفتونه همیشه در پیسای معدیل ها کذا مفتونه جان گفت نیست شما در رحمت خواهرم خیلی من رفتم دادم نبیم مایلی کات جان دل شما در کجای نپیستوره من در تاجیکستان زنین دلاور شروع تیجه دهم لایک رحمت شروع تیجه مفتونه علیکم سلام بچه خوش آمدی سایما افسان چه شربیرین میارم تا شربیرین بیارین سایما مفتونه تیوی سلام بچه شروع جان سازین خوبین مفتونه پرسیده استادن از زیره بخواهی یازنه یک باره بشو ببیو بچه یازم لایک رحمت برای لایک شروع تیجه سازین اما کسا جان بیک سلام عزیز دوستلار یخشی میسید علیکم سلام یخشی جان بیک خوش کلیپسیز منیسا حالی از ند نیست مفتونه جان بیک یک باره ازبیکی بگذاشتین مفتونه اسمال جان دوتا دیلیه های یا گینشیشم لایک همشری ساز رحمت برای لایک هازی 11 گفتم با 6 تا شد آچه بچه ها شکرانه الله الحمدلله ساز شما ها
چه حال دارین فرزنداتون سازن ساز و چه بچه هاش مره کزن تیجی سایمه جان بیار میخورم گوشنه میقشتم که مردکم میخیزد یکی شیربرین میگد که نکرد بیار میخوریم افتونه تیوین فهم و میشد سایمه جان خوش کلدی مفتونه اسماعیل جان رادنای چو کردی جان جاگ به خوش باشین اپا شارخ تیجی ولیکم سلام مفتونه جان گفتم که سلام میگم اما تا چسبیده است نوشته نشده تیجی تو سلام خوبین خوب تو شال داری خوش بیده اسماعیل جان برات گوش دارم گپاتونه اسماعیل جان مفتونه برات گوش دارم گپاتونه گفتستم مفتونه ولیکم سلام پخت پساز خوبی خوش آمدی رحمت مفتونه جان برای مهمانی قبول کردنتان اسماعیل جان مفتونه حالی نوبت من رسه به می نویسم کرگان تیجی سلام همه سلام کرگان تیجی خوش آمدین دودر عزیز خوش آمدید کنگاه خطیف کلیوشتین ایفای سایمه نکنم فهمیدین کرگان تیجی مفتونه ولیکم سلام کزن تیجی اوچه اسماعیل جان سازی نغزی دیگر خبر نمیگیری کرگان تیجی ما گفتم بالای کریش براما بیام می چسبه باز در بالای کریش کرگان تیجی مفتونه تیوی اسماعیل جان امروز پرگولکا نرفتین کزن تیجی ستارما می چسبدی فیرتان یاگین تیجی اپاش ما بر وقت لایک مانده بودم یک آدم زنگ زده بود ها یاگین فهما من حیران شدم که از 11 گفته گفتم با 6 خای رحمت برای همتون پیدا باز دوله کشتگیم کرگان تیجی ایجا اگه آدم نیست سلام علیکم همین ساله گرین دوستان عزیز یاگین تیجی وی سلام اینجا یاگین بودیم و علیکم سلام گفته استادین کرگان تیجی کرگان تیجی ما لایکا نمیمونم برای نوبت شما کنم چی نوبتی اسماعیل جان کزن اپا جان سازین خوبین اپا جان حال میدارم یک بیتا کمین میمانم تما یک خبرگیرم روم گنده میزمانی خیره مهمان خیره گفته استادیم مفتونه و میگم که چی تا تاریکه ایستاره ما در درون کریش شده درونش نمیفتونه بالاش بالای بام همجا شیشتم آفتاب سوزان ملائکه نمی کزن آچه اسماعیل جان نوبت شما مفتونه گفتم که کرگان تیجی ولیکم سلام کرگان